میام. اگر کاکا تاهرم نرم من از اینجا تکان جان نمیکنم. مادر استاد جان نفس صبر کن، من پشتش میرم. ینگا متوجه نفس باش. درست است، بده. آسیا باز چی گپ است؟ یی صبر کن. چرا اینقدر تیز میدوی؟ چی شده ها؟ ها؟ چی گپ است بچیم؟ من بدون تو نه روسیه میرم نه هیچ جایی دیگه. یید میفهمم که تو کتی ما نمیری. مادرم گفت فقط ما او میریم و حیوانا را از پیش جادوگر نجات میدیم. اما من نمیخوایم بدون تو برم. بچیم تو چرا گپای مادرت گوش میکنی؟ بدون ما چطور امکان داره؟ یعنی یک جای خود رفتیم ما و تو و مادرم. اگر شرط ما قبول کنی شاید. زنده باد. خب چی شرط؟ شرط ما ای است که وقتی من نبودم مادرت پیش تو امانت است و گریانم نمی کنی. یعنی چی وقتی که تو نبودی؟ میفهمی که من اینجا در کشتی کار میکنم. بدون کاپتان خود نمیشه که کشتی حرکت کنه. یعنی حرکت نه نمیکنه؟ نمیکنه. خیلی شرطت چی است؟ شرط می است که تا سر مرز همراهتان میایم. تا یک جای در طول راه شریک مشکلاتتان میباشم. خوشم نامد. اگه بچه خوبی باشه ما گپ گوش کنم و هیچ گریه نکنم بازم به روسیه نخواد آمدی. خیره فقط سال یک بار بیا. سال یک بار درست است، قبول است. بیا. باش بوتایتا بکشم. بیا در بغل ما. اینجا بیشین شیر بچیم. حال با اشتیا چای صبح طبخ و سعید بچیم. بیادر یک دقیقه میشه بیرون بیایی؟ سعیز برای آماده. شما چایتان بخورین. بیشینی؟ بیادر من به تو وعده کردم که تا سر مرز هم نمیرم. لطفاً اعتراض نکن. چرا اعتراض کنم؟ ما بچه دیوانه شدیم. بیاز ما میگفتم که اونا برو. ها تو سرم ریشخندی میکنی؟ نه چرا ریشخندی کنم؟ ما چه وقت سر او ادریس لوده باور کردیم. ما میگم از سر مرزم تیر شو. کدشان برو، خوب است که خودت اینا را به دستم قاچاق بره که دوست ادریس است تسلیم کنی. بیادر تو خوب هستی؟ او بچه باید نفس صحیح و سالم روان کنیم. وعده نکرده بودیم. بیادر تو مستو چه وقت وعده خودم ایده کرده. ده موتر آتش پرچه ها بره. او موتر دگرم کار دارم. بیشین. شما آماده هستین؟ بریم جان مادر. میرم که لباسای ما جمع کنم. ما هم امرت کمک میشم. بیا اصل جان.
اوهو خوش آمدی ملا صاحب، خوش آمدی. خسرو ماما. خوش باشی. از اینجا تیر می شدم گفتم یک بار شما را ببینم. خوش آمدی پدر. خوش آمدی بیادر جان. بیا چای صبح تیاره. سلام علیکم. علیکم زنده سلام. باشین، شما با زحمت نشین بشینین. خیلی که از داخل برین، ما به شما چای میارم. نفس دخترم کی من میبره؟ میبرمش کاکا عثمان. اوف چی کردی بیادر؟ چرا چی کردم؟ حالا دیگه بیادر زود شما را 100 لیره بته. حالا وقتی یهید گفت که طاهر بیادر میرسانیشان، ما گفتم امکان نداره، مصطفی اجازه نمیده. خا فاتح گفت که مصطفی بیادر اجازه نمیده، اما طاهر بیادر رو میخواه که از او کم پول بگیره. اردویتان شرط باخته. به خاطر که اجازه دادم. حتی گفتم تا باتون برسانمشان. تو گفتی؟ ما گفتم. نه مصطفی بیادر متی کارا نمیکنه. اگه ینگی مقانش ساخته باشه بازو خطش علایده سماتو نیست. بهتر بیا تو مرا لوده فکر کردی چطور؟ وداعت از زندان آزاد میشه. وقتی ببینه که نفس فرار کرده، بازو وقت همراه طاهر بیادرتان چی خواد کرد؟ یعنی تو میخوایی که طاهر بیادر ما را ازش دور کنی؟ میرم میخوایم. خب وقت تایر بیادر ما پس بیایه باز چی؟ تا وقت کار میکنم که طاهر بیادرتان غراض نگیره. باز وداعت هم هیچ کار نخواهدتان. باید چی کنیم بیادر؟ خب حالا کرایتان پیش کنن که در گوشتان دو. شهر باتون، گرجستان. بله. 10 دقیقه بعد حرکت میکنم. کدام مشکل خوب پیش نشده نه انشالله. پاسپورت ها و دیگه چیزا یعنی کل چیزا خود تیار است نه؟ هیچ مشکلی نیست. کل چیز تیار است. منتظرت هستم. ها خوب است نیکو جان. درست است. السلام علیکم. علیکم السلام. متوجه با شیر بچه که در آق قاچاق برا پستت نکنه. نمیفهمم که چی وقت جبران خواد کردم، اما دلتان جمع باشه. پولی را که برام دادین کلش پس خواد دادم. برات قرض ندادم که پس بده. ما او پولا بخی از دلم کشیده. میفهمم. به خاطر نجات جان خانوادیتان صدقه دادین، اما قسمی که گفتم دیر یا زود پولتان پس خواد دادم. نفس کارای کشات هیچ به تو ربط نداره. تو مهمان ما بودی. لطفاً بیادر، ضرور نیست که گپا را برام بگوین و نمیخوایم هم که بشنوم. خود خسته نسازین. فقط میخوایم که حقتان حلال کنین. حلال باشه. تام حلال کن. حلال باشه. اما تا امروز هر بلایی که سرم آمده به خاطر بچیم تحمل کردیم، مقاومت کردیم و مقاومت خواد کردم. از این خاطر
هر قدرم که شما از من متنفر باشین، به عنوان یک مادر شما را بسیار خوب درک میکنم. فقط میخوایم که حقتان حلال کنین ثانیه خانم. حلال باشه. در این دنیا تو تنها زن استی که ایران ماندیم برش. ما تا امروز زیاد از مردم شناخت نداشتیم، اما تو تنها کسی هستی که میفهمم دل و زبانش یکیست. دختر دیوانه گریان مرا آوردی. به من بسیار خوبی کردین. نمیتونم خوبیتان جبران کنم. برعکس، تو سر تمام بنده های خدا حق داری دخترم. چیزایی را که در زندگی سرت حرام کرده بودنه تو کوشش میکنی حلالش کنی. خداوند بنده را که زیاد ظلم میکنه جزایشو میده. در اصل تو باید حقت حلال کنی دخترم. حلال باشه.
Bir şey söyle yüzüme, ben severim uzaktan. Üzülme sen hiç bize, yine düştüm yollara. Yolun sonu gelmedi, kaldı senden geriye iki damla gözyaşı. Yazdığım yazılar hiç sayfalara sığmadı. Bu karanlık gecede sensiz sabah olmadı. Gözlerime bakmaya çok oldu. Her şey oldu ama bu ayrılık olmadı. جامانی 40,000 میشه یا 60,000 یا هم پول ریگ قبلی ها. سلام علیکم. علیکم السلام جمیل بیادر خوش آمدی. خوش باشی تشکر. برو بشین چای میخوری؟ میخورم بخوای. نه او بچه یک دو چایل دار. خدا والا بسیار میبخشی که تو را در پس پیری به زحمت ساختیم. استغفرالله. زحمت چی؟ شاید در خبر ساعت 6 خبر شده باشی که او دختره روان کرده. آه خبر شدم. سانیا ینگه به ترکان زنگ زده بود باز برم گفت. آل تایر با گرفتن مرجان پایش بند کردیم. گفتم خوب میشه که کمی درباره شرکت گپ بزنیم. چی گفتی؟ گپ خو میزنیم اما بهتر است که بعد از نکاده ای باره مفصل گپ بزنیم. چطور؟ نه نامزاد شدن و بیادر چرا خجالت داری؟ بیبی مصطفی جان میخوایم امرویت واضح گپ بزن. خب مرجان دخترم به ما بسیار با ارزش است. شما خو تایر بیادرتان هم میشناسید. او بیخی دیوانه است. ما سر او دیوانه اعتماد کردن نمیتونم. فهمیدی؟ نه فهمیدم. چیزی نگفتم که گنگ باشه. اول عروسیشانه میکنه. تو چی گفتم میری جمیل بیادر؟ میگم باید هر چیز زودتر عروسی کنن مصطفی. باز بعد از عروسی شریک میشیم و من برات یک مقدار پول میتم. جمیل بیادر ببین از یاد وقت ندارم. باید هر چیز زودتر قرضای به ما دقیقه مدت کم چه قسم نکاشو نبسته کنیم. وعده کردیم سرش استاد است مرتواره. من نمیگم که سر وعده دستات نیستی مصطفی، اما میبینی که بیادر دیوانیت گم است. از رای دریا رفته با کشتی رفته جمیل بیادر. صحیح است. ما گفتن یای ما گفتم هر چیز زودتر عروسی کنن اما قزود تو پول به دست میاری. خب ما دیگه میریم. چای نمیخوره؟ باز یکان وقت دیگه بیادر. ما به چای خوردن نامدم. خدا جایت بکشی. حالا دیگه یا مرا دیوانه خواد کرد. یکیش میره دیگهش میایه. فقط ایجا حرام سرای سقروز از دست او زن دیوانه بودم امروز از ای فقط که بیادر رو میگلیزه نکایشون رو بسته میکنه. دیوانه خواد شدم. دیوانه خواد شدم به خدا. اصلا ما باید دیوانه شوم. آسیا خیر تو در اینجا چی میکنی زن؟ در خانه تنها مغز خود او میکدم. گفتم بیایم اینجا مغز تو را مو کنم. وای آسیا وای چی مصطفی چی؟ بیاز او همیشه گوشت در دروازه چسبیدگی است. کل چیزا میشنوی. مرام به هر اشارهشان میرقصونن. تو دیگه یک پک خوب گوشی میدلن. خب میشنوی یا نمیشنوی؟ ما زیاد مطمئن نیستم. او زن موی کتاگه کس نی؟ توبه. او بسیار دروغ گوی است. باستم گپاشه باور کردی. چرا پشت او زن نگرفتی دخترم؟ چرا پشت از او یا پشت تو را بگیرم؟ او کی است؟ اما واضح است که او پشت نفسه گرفته. اما بچه‌ای که در او عکس بود او را خوب دیدی. ها عاشق نفس است. نفس او مشوقه نفس نیست مصطفی. بیادرش است. بیادرش است؟ ها بیادرش بود.
وقتش رسیده خدافیزی کنی. به خاطر کل چیز بسیار تشکر. مام تا با توم همراهتان میایم. ادریس ما را میبره، هیچ ضرور نیست، جدی میگم. گفتم ما میایم نفس. حالا دیگه بخیر تذکریتون رو بکشین. یعید جان بیا دیگه که در نوبت استاد شدیم.